نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان، دوستداران الله متعال، دوستداران شعائر الله، دوستداران بیت الله و دوستداران حرم مکی شریف و مکه مکرمه و مدینه منوره. در ادامه بررسی آیات مرتبط به حج در کلام الله مجید جا داره و شایسته است که در مورد سوره حج صحبت کنیم. سوره‌ای که مسماست به حج. از میان ارکان اسلام تنها رکنی که یک سوره به نامش هست حجه. ما سوره به اسم نماز یا همون صلات به تعبیر عربیش نداریم. سوره به اسم صوم یا روزه و یا رمضان نداریم، گرچه آیات فراوانی درباره نماز هست و آیاتی درباره رمضان و روزه در کلام الله مجید هست. حتی نام رمضان هم ذکر شد، اما سوره‌ای به این نام در قرآن کریم نداریم. سوره‌ای به نام زکات در قرآن کریم نیست، گرچه که آیات فراوانی درباره زکات در قرآن کریم ذکر شده. و حتی ما سوره‌ای به نام توحید در قرآن کریم وقتی که مشاهده می‌کنیم، حجمش همون سوره قل هوالله احد به حدی نیست که سوره حج هست. و گرچه اکثر آیات کلام الله مجید و صفحه‌ای از کلام الله مجید نیست که از آیات توحیدی خالی باشه، حتی سوره حج. اما از بین ارکان دین مبین اسلام سوره حج رکن حج، رکن پنجم، سوره‌ای رو به خودش اختصاص داده در پایان جزء 17 که نیم جزء حدود 10 صفحه از مصحف عثمان طه است و 78 آیه داره. این سوره بسیار بزرگی است. سوره‌ای که نصف جزء قرآن کریمه و نشان از اهمیت حج داره، نشان از اهمیت این عبادت و این شعیره داره، چرا که حج ارتباط داره با کعبه، همون کعبه‌ای که قبله نماز، همون کعبه‌ای که اولین خونه‌ایه که برای انسان‌ها روی زمین قرار داده شده تا اونجا عبادت بکنن. اولین عبادتگاه انسان بر روی زمین کعبه است. چرا که حج مرتبط با مکه مکرمه، چرا که حج مرتبط با تاریخ دعوت، تاریخ توحید بر روی زمین. سوره حج سوره عجیبی است. سوره‌ای که بعد از سوره انبیا قرار میگیره و قبل از سوره مؤمنون. گویی که انبیا وقتی که دعوت و رسالتشون به پایان میرسه نوبت حج میاد. به انگار که انبیا میان تا مردم رو وصل بکنن به حج. حج مختصر، چکیده و خلاصه کل دعوت انبیاست. بعد از حج سوره مؤمنون رو داریم. کسی که میره حج میکنه، میره عبادت میکنه،
میره خودش رو در این میدان، در این دانشگاه ثبت نام میکنه و تمرین میکنه و برمیگرده، صفات مؤمنون در وجودش میاد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون تا آخر آیاتی که در ابتدای سوره مبارکه مؤمنون است. مؤمنان کسانی هستند که رستگار شدند، کسانی که در نماز خشوع دارند، از لغویات پرهیز میکنند، زکات پرداخت میکنند، شرمگاه خودشون رو حفاظت میکنند. همه اینها دستاورد حجه. همه اینها رو انسان مسلمان در حج تمرین میکنه، اینها رو به دست میاره. سوره حج بعد از سوره انبیا قرار میگیره و قبل از سوره مؤمنون. بعد از اینکه انسان از حج خارج میشه باید مؤمن شده باشه، باید صفات مؤمنین درش باشه. سوره حج سوره عجیبی است، از اونجایی که هم در مکه نازل شده بخشش و هم در مدینه. این سوره هم مکیه هم مدنیه. این سوره‌ایه که برخی از آیاتش در شب نازل شده، برخی از آیاتش در روز نازل شده، برخی از آیات این سوره در سفر نازل شده، برخی از آیات این سوره در حضر نازل شده. هم در سفر آیات اومده، هم در اقامت، هم در شب، هم در روز، هم در مکه، هم در مدینه. سوره حج سوره‌ایه که معانی و مفاهیم والایی رو در بر گرفت. سوره حج وقتی که شروع میشه و صحبت میکنه از حج میگه و شروع میکنه صحبت از حج هست دیگه. وقتی که سوره مسماست به حج و درباره حج قراره که صحبت بشه، هر چیزی که در این سوره است در این سوره ذکر میشه. در این نیم جزء از قرآن کریم در این سوره هر چی که ذکر میشه بی ارتباط با حج نیست، چرا که اسم سوره حجه و الله متعال حکمتش تقاضا میکنه که هر چی در این سوره قرار داده شده یک ارتباطی با حج داره، یک ربطی با حج داره. سوره مبارکه حج سوره‌ای که معنی و مفاهیم والایی رو در بر گرفته، معنی ها و دستورات فراوانی در اون هست، اشارات مختلفی به بخش‌های مختلف داره. سوره حج در ابتدا که شروع میشه اشاره داره به بحث قیامت و اون برپایی روز قیامت. بعد از اون دوباره الله متعال در سوره حج از نشر و حشر و از قیام بعد از برزخ سخن میگه، در روزی که حساب کتاب شروع میشه. همین مسیر ادامه پیدا میکنه. بعد الله متعال در سوره حج از مخالفین قیامت، از مخالفین زندگی دوباره صحبت میکنه و دلایل اونها رو بررسی میکنه و دلایل اونها رو مطرح میکنه. از نتیجه و سرانجام مخالفین و مؤمنین به قیامت میگه، اینکه سرانجامشون در بهشت چه میشه و حکایت میرسه تا به مکه مکرمه و به مسجد الحرام میرسه، حکایت میرسه به کعبه، حکایت میرسه به ابراهیم علیه السلام و اصل موضوع سوره که همون حج هست که سوره مسماست به این نام شروع میشه بعدش و آیاتی حدود 2 صفحه درباره حج صحبت میشه، درباره احکام حج صحبت میشه، درباره اهداف حج صحبت میشه، درباره برخی از مناسکی از حج که در سوره مبارکه بقره ذکر شده بود تکمله اون و تکمیل اون در سوره مبارکه حج ذکر میشه. بعد از حج دوباره بعد از آیات حج در سوره مبارکه حج آیات جهاد مطرح میشه. آیات جهاد بعد از حجی که تمرینیه برای جهاد در سوره مبارکه حج مطرح میشه. بعد از آیات جهاد بحث توحید که از ابتدای سوره تا اون لحظه‌ای که آیات جهاد مطرح میشه همچنان در خلال آیات مطرح شده باز ادامه پیدا میکنه با رنگ و روی قوی‌تری و با دلایل خیلی قوی‌تر ادامه پیدا میکنه این استدلال‌ها و حجت‌ها تا سوره در پایان با دلایل توحیدی بسیار قوی و محکمی به پایان میرسه و باز در پایان صحبت میشه از دعوت ابراهیم علیه السلام و آخرین آیه این سوره با اشاره به ابراهیم علیه السلام به پایان میرسه. آخرین آیه سوره مبارکه حج نام ابراهیم درش ذکر میشه چون باید باشه. حج و ابراهیم با هم مرتبطن، حج و ابراهیم با هم گره خوردن. سوره مبارکه حج سوره‌ای که معانی و مفاهیم والایی رو در بر گرفته که هر کدوم از اینها
مستقیما در ارتباطن با حج. کسی که میخواد بره حج، کسی که حج میکنه، کسی که میخواد درباره حج تفکر و تدبر بکنه، کسی که میخواد معنای حج رو بفهمه، کسی که میخواد حج رو درک بکنه، باید بیاد و سوره مبارکه حج رو ورق بزنه، سوره مبارکه حج رو بیاد و بررسی بکنه، ارتباط بین معانی و مفاهیم وارده در این سوره با حج رو بیاد ببینه که چه ارتباطی بین این هاست. حج، خود عبادت حج، دستورالعمل حج، برنامه حج، تمام اون مفاهیمی که در سوره مبارکه حج هست رو به صورت عملی به ما نشون میده. تمرین نیست، نمونه است. وقتی که الله متعال از سوره مبارکه حج در این سوره از قیامت صحبت میکنه، ما در حج انگار که قیامت رو داریم میبینیم. ما انگار که داریم میبینیم که یک جمعیت عظیمی همه به یک هدف، به یک سمت، به یک مسیر دارن حرکت میکنن. همه کفن پوشیدن، همه از خانه و خانواده و دوست و آشنا بریدن، همه آمدن به سمت الله تعالی، همه به یک سمت، به یک مکان، به یک محل، در یک وقت، به یک شکل، به یک راه، به یک ذکر، به یک عمل مشغولن. و این اختیاری نیست، این اجباریه. در حج هر کسی که وارد پروژه حج میشه، وارد دستورالعمل حج میشه، دیگه از خودش اختیاری نداره. این انسان رو بیاد قیامت میندازه. اون قیامتی که وقتی که میرسه انسان رو به زور میبره به سمت خودش. وقتی که انسان از آیات دوباره زنده شدن در سوره مبارکه حج میبینه و بررسی میکنه و اونها رو مد نظر قرار میده، این رو ما در حج و در روزهای حج به وفور میبینیم و پیدا میکنیم که وقتی انسان در بازگشت از عرفات در مزدلفه شب با اون لباس احرامی که پر از خاکه، لباس احرامی که سر تا پای اون رو خاک و غبار فرا گرفته در روی دشت مزدلفه، وقتی سر گذاشته بر خاک سرد و برای استراحت هم آنچنان امکاناتی نداره و از خستگی در خواب صبح با اذان صبح بیدار میشه. تمام این دشت رو وقتی که انسان میبینه مزدلفه، تمام این دشت با اذان صبح بیدار میشن. گویی که قیامت شده، گویی که همه باید بلند بشن برای حساب و کتابشون. در مزدلفه وقتی که اذان صبح داده میشه انسان رو بیاد قیامت و حشر میندازه. اون روزی که همه از قبرها بلند میشن، اون روزی که همه از داخل خاک بلند میشن برای حساب و کتاب به محضر الله متعال و یک روز بسیار طولانی رو پیش رو دارن و شروع میکنن. روزی که در اون روز سختی های فراوانی است، در اون روز مشکلات زیادی پیش رو خواهد بود. روز قیامت، روز حساب و کتاب. روز عید قربان برای حجاج در مراسم حج همچین حالتی داره. وقتی که در صبح روز عید سعید قربان 10 ذوالحجه از مزدلفه با اذان صبح بیدار میشن و حرکت میکنن، همه این لشکر انگار که روز محشره، انگار که همه این کفن پوشان اینجا کفن پوشیدن، اما در روز محشر همه لخت و عریان خواهند بود. اینجا دیگه کمترین حد لباس ممکن رو میپوشن، با اون لباسی که داخل قبر میرن آمدن به مزدلفه. اما در محشر بدون این لباس خارج خواهند شد، ولی در مزدلفه چون نمونه ای از اون حکایت و دنیا حکایتش فرق میکنه با آخرت، با کمترین لباس ممکن از مزدلفه حرکت میکنن، همه به سمت منا، همه دارن سرازیر میشن برای انجام عبادت ها و اون چیزی که در یک روز طولانی پیش رو دارن، در یک روزی که فعالیت های بسیار سخت خواهند داشت، بسیار خسته خواهند شد. در روز عید سعید قربان این حکایت در حج انسان رو به یاد قیامت میندازه. میبینیم که در سوره مبارکه حج از حشر و قیامت سخن گفته میشه. در سوره مبارکه حج همچنین از عبادت‌های دیگری سخن گفته میشه به مانند جهاد. جهاد، حج خودش تمرینیه برای جهاد، حج فرصتیه برای جهاد، حج یک مدرسه است برای آمادگی برای جهاد. در سوره مبارکه حج از خود حج هم صحبت میشه، از احکام حج صحبت میشه، از تاریخ حج و از ابراهیم صحبت میشه. اون لحظه‌ای که ندا برآورد برای اینکه مردم به حج بیان، اون لحظه‌ای که خانه کعبه رو تجدید بنا کرد با
اسماعیل علیه السلام و از مردم خواست، به دستور الله تعالی ندا برآورد تا برای حج بیت الله الحرام عازم بشن و حرکت بکنن. در سوره مبارکه حج توحید بسیار پررنگه و دلایل بسیار دندان شکنی برای رد شرکه، چرا که حج مدرسه توحیده، چرا که حج باید با اون شعار لبیکش انسان رو به توحید برسونه، از غیر الله تعالی انسان ببره، من دون الله رو رها کنه و به الله تعالی خودش رو وصل کنه. حج مدرسه توحیده. آیات حج، آیات سوره مبارکه حج در توحید بسیار پررنگه. آیات توحیدی که در سوره مبارکه حج هست بسیار دندان شکنه برای مشرکین. در سوره مبارکه حج ما از ابراهیم علیه السلام هم سخن داریم که نقش بسیار پررنگی در موضوع حج داره و اصلا حج مال ابراهیم علیه السلام. حج مال بتشکن بزرگ تاریخه. حج مال ملت ابراهیمه. در پایان سوره مبارکه حج با این تعبیر الله متعال سوره رو به پایان میرسونه که ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدرتان ابراهیم. کسانی که پیرو ملت ابراهیمن، کسانی که راه ابراهیم رو ادعا میکنن که به پیش میبرن، باید برن به مکه، باید برن در حج شرکت بکنن. این مختصر مفاهیم کلی سوره مبارکه حج هست، اما در جزئیات باید وارد بشیم و ببینیم که آیات چی میگن. در هر کدوم از این بخش ها چگونه صحبت میشه در قیامتش، در حشر و دوباره زنده شدن، درباره توحید و آیات توحیدی، درباره خود حج. سوره مبارکه حج چی میگه برامون؟ چه تصویری از حج برای ما معرفی میکنه و بیان میکنه؟ درباره جهاد سوره مبارکه حج چی میگه به ما و چه ارتباطی دقیق بین حج و جهاد هست؟ چگونه حج میاد جهاد رو برای ما معرفی میکنه؟ حج و توحید، توحید در حج چطور مطرح میشه، چطور بیان میشه؟ در سوره مبارکه حج الله متعال چگونه توحید رو مطرح کرده و ارتباط بین این توحید و حج چیه؟ ابراهیم و حج در سوره مبارکه حج چه ارتباطی با هم دارن؟ این ارتباطات رو انشاءالله در برنامه‌های آینده با بررسی آیات سوره مبارکه حج به صورت گذرا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم. در برنامه بعد انشاءالله از ابتدای سوره مبارکه حج گزیده ای از آیات این سوره رو در مورد موضوعاتی که مطرح شد انشاءالله با هم مروری خواهیم داشت. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام صدق الله العظيم.
خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در ادامه برنامه از برنامه‌های دروس حج قرار داریم. حاجی محترم وقتی که وارد مکه مکرمه می شود، بعد از اینکه از طواف و از سعی بین صفا و مروه و از اینها تمام میشه، رایی مشاعر مقدسه میشه مثل منا و عرفات و مزدلفه و اینها. حالا بزرگترین رکن از ارکان حج عرفه هست. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الحج عرفه، حج عرفات هست. آن روز نهم ذوالحجه بزرگترین رکن و با عظمتترین رکن از ارکان حج و قرآن هم اشاره میکنه فاذا افضتم من عرفات. حالا در این روز که فضائل زیادی آمده و روز عرفه روزی است که انسان متوجه می شود که من غیر از این روز دیگری را پیش روح دارم که آن روز قیامت هست. امروز اگر ما اندکی از انسانها در این وادی و یا در این دشت و بیابان جمع شدیم، با این جمعیت بزرگ، این اندک امروز به چشم ما اینقدر بزرگ نمایان میشه، آن روزی که از آدم تا خاتم همه انسان ها جمع میشوند در حشر چگونه روزی خواهد بود؟ روز عرفات روزیه که نمایندگی از روز قیامت می کند. یعنی برای انسان ها نشان میده که یک روزی به پیشگاه الله سبحانه و تعالی شما حاضر می شوید و باید جواب بدهید. روز عرفات روزیه که میتونیم بگیم که روز توبه هست، روز عفو و بخشش هست، روز شکست دشمن، شکست شیطان، روزیه که شیطان در گوشه های یا از وادی های عرفات خاک ها را بر سر خود می ریزاند و فریاد می زند که من 40 سال 50 سال بیشتر و کمتر یک انسان را به گمراهی کشاندم. امروز در اینجا می آید و الله سبحانه و تعالی او را مورد رحمت و مغفرت خود قرار میده. خارترین و ذلیلترین روز برای شیطان روز عرفه هست و روز عرفات هست. روز عرفه روز عدالت، روز مساوات و برادری و برابری است. همه کفن پوشان، همه یک نوع لباس، هیچ کس نمی شناسد امیر کیست، مأمور کیست، حاکم کیست، محکوم کیست، فقیر کیست، غنی کیست، کسی نمی شناسد. روز عرفه روز اکمال دین، روزیه که الیوم اکملت لکم دینکم نازل میشه. روز عرفه روز تغییرات، روز تحول، روزیه که انسان با کوله های از گناه و معصیت وارد عرفات میشه و هنگامی که از عرفات بیرون میشه رجع که یوم ولدته امه. روز عفو و بخشش،
روزیه که کرم پروردگار عالم، رحمت پروردگار عالم شامل حال اهل عرفات میشه. پس فضائل، برکات در روز عرفه هرچی بگوییم هنوز کم گفته ایم. حالا دروسی که از عرفات میگیریم، این دروس چیست؟ این درس ها چیست؟ اولین درسی که حاجی از عرفات میگیره، باز هم همانطوری که درسی که در طواف اشاره کردیم که درس وحدت، در روز عرفات حاجی درس اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی، این درس را از عرفات می آموزه که امت اسلامی ملت واحد هستند. حاجی دیگه به زبان خود نمیاره که تو از فلان قومی و ما از فلان قوم، اگر بیاره هم با تعبیر قرآن به خاطر لتعارفو هست، نه به خاطر تفاخر. دیگر حاجی دیگه این از ذهنش پاک میشه که تو از فلان کشوری و من از فلان کشور، و تو در فلان مذهب هستی و من در فلان مذهب، همه بر محور قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم میچرخه. درس اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی اولین درسیه که روز عرفات برای امت اسلامی که در عرفات قرار دارن این روز میآموزانه. دوم، این درس را میدهد که ای حاجی و ای شخصی که تو امروز در عرفات قدم گذاشتید، تو نماینده خود نیستید، فقط از طرف خود نیامدی. 5 میلیون حاجی، 4 میلیون بیشتر و کمتری که در عرفات جمع میشن، اینها همه به نمایندگی کل امت اسلامی در اینجا جمع شدن. عرفات یعنی یک کنفرانس امت اسلامی است. امروزه وقتی میبینیم رسانه ها و اخبار خیلی اخبار مسلمین را که خوشحال کننده برای مسلمان هاست پخش و نشر ندارن. مسلمان ها در آمریکا چگونه هستند، مسلمان ها در افریقا چگونه هستند، مسلمان ها در آسیا چگونه هستند، مسلمان ها در گوشه گوشه دنیا چگونه هستند. در این روز این درس برای ما میده و این حکمت و این فایده اینه که ما از حال همدیگر واقف میشیم. برادری از کشور اروپایی میایه در کنار برادری که از کشورهای آسیایی آمده، می نشینن با هم دیگر صحبت میکنن. در کشور تو مسلمان ها چگونه هستند، در کشور ما این گونه هستند، ما دارای این جمعیت هستیم، دارای این مساجد هستیم، دارای این وظایف هستیم. اینه که این درس را روز عرفات برای حاجی میآموزانه. دیگر این که روز عرفات گفتیم که نمونه از روز آخرت هست. در روز عرفات حاجی به این فکر میفته که روزی می آید که اون روز فاذا جاءت الطامة الكبرى فاذا جاءت الصاخة، روزی می آید که ان زلزلة الساعة شیء عظیم، روزی می آید که خیلی روز سخت، روز وحشتناک، روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ چیزی به درد انسان نمیخوره جز اخلاص، جز اون قلبی که مملو از اخلاص به خدا ترسی باشه. روز عرفات ما را وادار میکنه تا این که ما فکر کنیم که یک روزی آماده نیست
و ما به پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاضر میشیم و پیشگاه الله سبحانه و تعالی باید جواب بدیم که در دنیا ما چه کار کرده ایم. پس عرفات دروس زیادی داره به این که گفتیم واقف شدن از حال همدیگر، درس وحدت، اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی و همچنین افتادن به یاد آخرت. درس هایی که حاجی از منا میگیره، اون درس ها چیست؟ بعد از میان برنامه بیان میشود انشاءالله. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. فاذا افضتم من عرفات. عرفات گفتیم که روزی است که الله سبحانه و تعالی برای انسانهایی که در سرزمین عرفات قرار میگیرن با پشتهایی از گناه و معصیت، با کوله‌هایی از گناه و معصیت وارد عرفات میشن و آن روز چنان روزی است که در آن روز چنان ارتباط با الله سبحانه و تعالی برقرار میکنن که هنگامی که از عرفات بیرون میشن، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند رجع کیوم ولدته امه، مثل این که روزی که از مادر تولد شده باشن، یعنی آثار گناه هم در وجودشان نیست. دروس عرفات را اشاره کردیم. حالا حاجی از عرفات که حرکت میکنه طرف مزدلفه و بعداً فردایش که روز 10 ذوالحجه هست طرف منا روان می شود. قبل از این که پیرامون مزدلفه اشاره کنم، دروس منا را اشاره می کنیم، چون طریق سنت و مسنونه هم قبل از آمدن به عرفات، یعنی شب 9 ذوالحجه، سنت هست که حاجی در منا همان شب را و همان مبیت را سپری کنه. در منا جایی که ابراهیم علیه السلام جگرگوشه خود را، جان جگرگوشه خود را بر طبق اخلاص گذاشت و میخواست به الله سبحانه و تعالی تقدیم کنه، وقتی خداوند اخلاص ابراهیم و اخلاص اسماعیل علیه السلام را دید، از ایشان اون اخلاص اونها را قبول کرد و پذیرفت و به جای اسماعیل علیه السلام آن ذبیحه و یا اضحیه فرستاد و اون گوسفندی که زیر کارد رفت و قربانی شد. جایی که ابراهیم و اسماعیل علیه السلام دشمن بزرگ شیطان را که قرآن میگه انه لکم عدو مبین، دشمن واضح و آشکار شماست، این بندگان محبوب پروردگار عالم در آنجا دشمن را سنگباران کردند و او را از اطراف خود دور ساختند. منا خصوصا یوم النحر، روز 9 حجاج به عرفات بودن، دروس عرفات را بیان کردیم. روز 10 یوم النحر فضائل زیادی داره، ولی ما گفتیم که ما دنبال احکام و فضائل و اینها زیاد پیش نمی رویم، فقط بحث دروس هست.
فضائل یوم النحر، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن انه خیر الایام عند الله، بهترین روز به نزد الله سبحانه و تعالی هست. یوم الحج الاکبر، روزی که حج اکبر صورت میگیره، چون اینها در روایات آماده، در سنن ابی داود روایت شده. فضائل زیادی. بزرگترین اعمال حج در این روز انجام میشه که از آن جمله یوم النحر روز رمی جمره عقبه هست. یوم النحر روز تقدیم هدیه هست، روز حلق و یا قصر هست، روز طواف و سعی بین صفا و مروه هست، عید مسلمین هست. یوم النحر روزیه که حاجی اکثر اعمال حج در این روز انجام میده. حالا دروسی که ما از این روز میگیریم، درس اول حاجی چه کار میکنه؟ جمره عقبه را میزنه. حالا از زدن جمرات 7 ریگ حاجی برداشته و جمره را میزنه، یعنی شیطان را میزنه. دروسی که از این زدن شیطان و یا رمی جمرات ما میگیریم و حاجی از اینجا درس میگیره چیست؟ اینه که وقتی که شیطان زده میشه از حاجی پرسان میکنیم حاجی محترم شیطان را زدید؟ میگوید بله زدم. رمی جمرات نمودید؟ بله رمی جمره را نمودم، جمره عقبه را. یا روزهای بعد جمره اولا و وسطا و عقبه را زدم. چی درس گرفتید؟ فقط او دیوار را هدف گرفتید و یا اینکه مراکز شیطان که در وجودت نفوذ کرده بود یا اونها را و یا اون پایگاهایی که شیطان در وجودت قرار داده بود به خاطر زدن تو، به خاطر از بین بردن تو، به خاطر سرنگونی تو، یا اون پایگاههای شیطان را هدف گرفتید. وقتی حاجی جمره میزنه در هر ریگی که به طرف شیطان پرتاب میکنه باید به این صلاحی که در دست داره باید مراکز شیطان که در وجود هست آنها را مورد هدف قرار داد. چگونه؟ ریگ اول وقتی که زده میشه باید شخص فکر کنه که اگر در اعمالش ریا هست، این مرکز شیطان در وجود ریا را هدف بگیره. اگر انسان آلوده به دروغ بود، دروغ را هدف بگیره که بعد از این دیگه دروغ نگه، بعد از این دیگه ریا نکنه. تهمت و بهتان و افترا را مورد هدف قرار بده. حسد و کینه و بغض را مورد هدف قرار بده. او اعمال و صفات رذیله‌ای که در وجود هست باید اونها را مورد هدف قرار بده. نعوذ بالله اگر گناه و معصیت داشت، رشوت و قمار و زنا و دزدی و اینها را، هر کدام اینها مورد هدف قرار بده که بعدها دیگه به طرف گناه و معصیت رجوعی نداشته باشه. پس این دروس از رمی جمرات حاجی میگیره. درسی که از اضحیه آماد، حالا گوسفند را ذبح کرد، هدیه را تقدیم کرد. قرآن به صراحت کامل میگه که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ینال التقوی. این اضحیه باید که تو را به تقوا برسانه. یعنی وقتی کارت را گذاشتید بر حلقوم اون حیوان و گوسفند و یا شتر و گوی که بود، هرچی که بود، چون هدیه که پرداخته میشه همین هاست، یا گوسفند هست یا شتر هست یا گو هست. در این لحظه باید در زیر کارد خود تمام
اون اعمالی که بین تو و بین الله سبحانه و تعالی فاصله ایجاد کرده بود، کارت را بر حلقوم اونها بگذار و بالآخره محبت اونها را، وساوس اونها را از دل خود بیرون کن، محبت الله سبحانه و تعالی را جایگزین بگردان. این درس را برای ما تقدیم هدیه میدهد. و این که حلق و یا قصر، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیرامون حلق و قصر که اشاراتی کردن که از این چی درس میگیریم، انشاءالله به برنامه بعد دروسی که حاجی از حلق سر خود را میتراشد و یا موهای خود را کوتاه میکنه، این چی فوائدی داره، چی دروسی داره، انشاءالله به برنامه بعدی. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. شعار حج، شعاری که مشتاقان کعبه، مشتاقان قبله مسلمانان، مشتاقان شهر دلانگیز مکه مکرمه وقتی که احرام میبندند و به سوی سرزمین مقدس حرکت میکنند، وقتی که وارد این سرزمین مقدس میشوند، وقتی که قدم به مسجد الحرام میگذارند، این شعار بزرگ و این شعار حج رو با خود زمزمه میکنند. یکی با صدای آهسته، دیگری با صدای بلند. بزرگترین و زیباترین ارکان حج بیت الله الحرام طواف بیت الله هست، طواف خانه الله سبحانه و تعالی، طواف کعبه ای که ما در طول زندگیمان از زمانی که دست چپ و راستمان را میشناسیم اشتیاق دیدن آن را داریم. در اکثر عبادت‌هایمان وقتی که دعا می‌کنیم و در نماز خاصتاً وقتی که نماز می‌گذاریم، رو به سوی قبله می‌ایستیم، رو به سوی قبله دستان خود را بلند می‌کنیم، رو به سوی قبله سعی می‌کنیم که ما را در قبر بگذارند. این مکان قدسیت خاصی در دل مسلمانان دارد. طواف عبادتی است که وقتی ما وارد بیت الله الحرام میشویم، با طواف به سوی کعبه مشرفه و بیت الله الحرام آغاز میکنیم. این چرخیدن به اطراف کعبه مشرفه را طواف میگویند. طواف دقیقاً برعکس حرکت عقربه های ساعت است. بنده مومن به دور کعبه طواف می کند. همه ذرات به دور یک مرکزی که هسته نامیده می شود در حرکت هستند.
زمین در یک مداری بر دور خورشید میچرخد، دقیقاً برعکس عقربه ساعت، دقیقاً به شکلی که ما بر بیت الله الحرام طواف میکنیم. این منظومه شمسی ما به دور یک مرکز دیگری که در کهکشان وجود دارد در حرکت است. همه این کائنات در حرکتند و طواف تجدید عهدی است با پروردگار که من با شوق و اشتیاق به سوی تو آمدم. این خانه‌ای که نمادی از توحید و یکتاپرستی است را دوست دارم. خانه‌ای که در آنجا اسرار معنویت تو است، در آنجا اولین ندای توحید و یکتاپرستی توسط ابراهیم علیه السلام بنابر دستور ذات اقدس الهی آغاز شد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که وارد کعبه می شدن با طواف آغاز می کردن، حتی اگر که موقع حج و عمره نبود. به مجرد اینکه وارد مسجد الحرام می شویم سنت این است که یک طوافی انجام بدهیم بر دور این خانه‌ای که الله سبحانه و تعالی برای نمادی از توحید و یکتاپرستی بنا کرده است توسط ابراهیم علیه السلام این طواف را انجام بدیم. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه می‌فرمایند که انه کان اذا طاف فی الحج او العمره اول ما یقدم سعی 3 اطواف. 3 بار چی کار میکردن؟ سعی میکردن. و مشى 4 و 4 تای دیگر رو به شکل متوسط سعی میکردن به اطراف بیت الله الحرام. ثم یصلی سجدتین، بعد از اون چیکار میکردن؟ 2 رکعت نماز میخواندن. ثم یطوف بین الصفا والمروه، بعد از اون بین صفا و مروه چیکار میکردن؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آنجا سعی و طواف میکردن. در مورد اینکه چرا تعداد طواف و تعداد سعی و تعداد خیلی از اعمالی که ما انجام میدهیم یا 3 بار هست یا 7 بار هست، حرف و حدیث های زیادی است، اما مهم این است که آنچه که الله سبحانه و تعالی به ما امر کرده ما آن را انجام میدهیم. بعضی سعی کردن که این مسائل رو موشکافی بکنن که چرا طواف 7 مرتبه است، چرا آسمان 7 طبقه است، چرا زمین 7 طبقه است، چرا و چراهای دیگر، چرا سوره حمد مثلا 7 آیت است. اما مهم این است که بنده مؤمن بدون اینکه حکمت و فلسفه یه چیزی را بداند یا نداند باید این عبادت ها را بدون چون و چرا انجام بدن. الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیات 27 تا 29 می‌فرماید که وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. در میان مردم برای حج ندا بده ای ابراهیم که پیاده و سوار بر هر شتر لاغری که از هر راه دور میآیند رو به سوی تو آرند. برای چی؟ لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. به خاطر اینکه از منافعی که الله سبحانه و تعالی برایشان آماده کرده استفاده کنند، چه منافع دنیوی چه منافع اخروی، که بخشش گناهان، تجدید عهد و پیمان، تجدید توحید، تجدید یکتاپرستی، تجدید همه معنویاتی که ما با آن اعتقاد داریم با الله سبحانه و تعالی و نام الله را در روزهای معین بر قربانی خودشان ببرند و قربانی بکنند در نزد الله سبحانه و تعالی. عبادت بزرگ دیگری است که ما چیکار میکنیم در روزهای حج؟ این عبادت بزرگ رو انجام میدیم. و از آنها بخورید، یعنی از آن قربانی های خود، و به درمانده و بینوا هم صدقه بدهید و بخورانید. آنگاه این چرک ها و به اصطلاح آلایش های ظاهری و باطنی رو از خودتان
بزدایید، دور بکنید و نذرهایشان را وفا بکنند و پیرامون بیت العتیق طواف بکنند. در ادامه آیه میگه که ولیطوفوا بالبیت العتیق، به دور خانه کعبه طواف بکنند. فرض بودن و عبادت بزرگ بودن طواف از این آیه و آیات دیگری در قرآن کریم و از احادیثی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان کردند ثابت و هویدا هست. همچنین در سوره بقره آیه 125 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. به ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام سفارش کردیم که خانه من را برای مسافران، غریبان، مقیمان و نمازگزاران پاکیزه گردانند. این یکی از به اصطلاح شرف‌هایی بود که ابراهیم علیه السلام به اون نائل شد که الله سبحانه و تعالی به دست ایشان و فرزندشان کعبه مشرفه را ساخت و اینجا را مرکز توحید و یکتاپرستی قرار داد. در سوره حج آیه دیگری داریم که و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا، به الله سبحانه و تعالی چیزی رو شریک نساز بعد از اینکه جایگاه خانه کعبه را برای تو معین کردیم ای ابراهیم. و طهر بیتی للطائفین والقائمین و رکع السجود، و خانه هم را برای غریبان و مقیمان و نمازگزاران و مسافران پاکیزه قرار بده. پس در میابیم که طواف یکی از عبادات بزرگی است که الله سبحانه و تعالی آن را برای حجاج و برای کسانی که به عمره بیت الله الحرام مشرف میشوند این عبادت بزرگ رو برای آنها قرار داده است. پس طواف بیت الله الحرام یک عبادت است، عبادت بزرگی که الله سبحانه و تعالی خاص و ویژه بیت الله الحرام قرار داده است. طواف یک عبادت بزرگ است. طواف ما به دور این خانه بزرگ و عزیز میگردیم و با خداوند تجدید عهد و پیمان میکنیم، تجدید عهد و پیمان توحید، یکتاپرستی، دوری از شرک، دوری از انسان پرستی، دوری از هوا و هوس پرستی، دوری از شرک. میگیم که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. این شعار رو میدهیم، این تجدید عهد و پیمان رو میکنیم در حالی که ما بر بیت الله الحرام طواف میکنیم. اما بعضی از همین انسان هایی که این عبادتی که ویژه الله سبحانه و تعالی رو در حج انجام دادن، اما میبینیم که بعداً میروند به گرد قبرها طواف میکنند، به گرد زیارتها طواف میکنند. انسان هایی رو میبینیم که به دور یک دیگی که داخل یک زیارتگاه هست، مانند زیارت منسوب به حضرت علی در شهر مزار شریف، به دور یک دیگ طواف میکنند. در کربلا به دور قبر امام حسین طواف میکنند. در نجف به دور قبر حضرت علی طواف میکنند. در مشهد به دور قبر امام رضا طواف میکنند. به دور قبر نمیدونم پیر فلان و خواجه فلان و عبدالقادر جیلانی و بدوی و فلان و علان طواف میکنند. یکی از بزرگترین اشتباهات انسان این است که عبادتی رو که خاص و ویژه الله سبحانه و تعالی است برای غیر الله انجام بدهید. همانطوری که ذکر کردم که اگر شما در عبادتتان 1,000,000,000% هم توجهتون به غیر الله باشه، این شرک است. بهش میگن شرک خفی، شرک پنهان، ریا. چون در اینجا اخلاص از طرف الله متعال متوجه میشه به طرف کسی دیگر. اون اخلاصی رو که 100% باید به طرف الله داشته باشین، کمی از اون رو اگر متوجه شخص دیگری بکنید، اینجا شرک است. و شرک پنهان و یکی از خطرناکترین انواع شرک، چون انسان ندانسته مرتکب این گونه عمل شرکی می شود. طواف
عبادت بزرگی است که فقط و فقط مجوزش این است که برای الله سبحانه و تعالی انجام گیرد، فقط و فقط برای ذات اقدس الهی صورت بگیرد، نه اینکه برای شخص دیگر، ولو اینکه آن شخص هر چقدر هم جایگاه بزرگ داشته باشد. وقتی شما عبادتی رو که ویژه الله است برای غیر الله انجام بدهید، به این معنی است که شما او را در کنار الله قرار دادید، صفات پروردگار را به او عطا کردید. فقط باید برای الله نماز خواند، فقط باید برای الله روزه گرفت، فقط باید برای الله زکات داد، فقط باید برای الله حج کرد، و فقط برای الله باید طواف کرد، و فقط به سوی الله باید سجده کرد. هیچ انسان دیگری ولو اینکه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشه، طواف کردن بر قبرش، سجده کردن به طرف قبرش جایز نیست، بلکه شرک است و عمل کفری است و انسان رو از دایره اسلام خارج میکند. امام نووی رحمت الله علیه میفرمایند که لا یجوز ان یطاف بقبره صلی الله علیه و آله و سلم، جایز نیست که حتی به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چی بشه؟ طواف بشه. اما امروز متاسفانه میبینیم که در زیارت‌های مجهول الهویه‌ای که معلوم نیست کی هست در اونجا، پیر فلان و خواجه فلان، مردم به اطراف قبرشون طواف میکنن، نذر و نیاز میکنن، سجده میکنن، نماز میخوانن. اینا همه اعمالی است که انسان رو از اسلام خارج میکنه. عبادتی که ویژه الله است، اصلا معنی لا اله الا الله امین است. معنی لا اله الا الله این است که همه عبادت ها رو فقط برای الله باید انجام داد. معنی تلبیه یا شعار حج این است که لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک، فقط برای تو. همه سپاس و ستایش و حمد و تعریف و نماز و سجده و شکرگزاری فقط و فقط برای توست. رزق و روزی از طرف توست، ملک و پادشاهی به دست توست. در اونجا ما این عهد رو بستیم، این پیمان رو بستیم با ذات اقدس الهی. بعد از اون بیاییم از یک قبری بخوایم، از پیری بخوایم، از شیخ و خواجه‌ای بخوایم، از امامی بخواهیم، از غیر الله بخواهیم. آیا این توهین به ذات اقدس الهی نیست؟ عهد و پیمان رو با خدا میبندی، عبادتت رو برای غیر خدا انجام میدهی. شاید بعضی در اینجا بگن نه که ما اونو رو خدا قرار ندادیم، ما اونو رو پرستش نمی‌کنیم، اما یعنی به عنوان تعظیم این کار رو میکنیم. سبحان الله، تعظیم فقط به خاطر الله است، چون الله هست که عظیم است. تکریم فقط برای الله سبحانه و تعالی است، چون الله کریم است. تمجید فقط برای الله سبحانه و تعالی است، چون الله هست که مجید است. همه این عبادت ها رو ما باید برای الله متعال انجام بدهیم، نه برای غیر الله سبحانه و تعالی. و بدترین عملی که دیده می شود متاسفانه این است که طواف کردن به سوی غیر بیت الله الحرام، و این گناهی است که انسان رو از دایره اسلام خارج می کند. هر جایی در هر منطقه اگر دیدید که بر قبری، بر زیارتی انسان ها طواف می کنند، یک طواف باشد یا 10 طواف باشد یا نیم طواف باشد، شرک است، شرک اکبر است، انسان رو از دایره اسلام خارج میکنه. در صحیحین از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که در دین ما عملی را انجام بدهد که ما نگفتیم، الله امر نکرده، صحابه من انجام ندادن، من انجام ندادم، این عمل مردود است. یا در روایت مسلم آمده است که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد.
کسی که عملی را انجام بدهد که در دین ما نیست و سند ندارد، این عملش مردود است. طواف کردن، گنبد و بارگاه ساختن بر روی قبرها و زیارتها، اینا بدعت‌هایی است که انسان را از دایره دین خارج می کند. فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه می فرماید که راه‌های هدایت را پیروی کن و از اینکه پیروان آن کم هستند دل مزن و از راه‌های ضلالت و گمراهی بپرهیز و از اینکه پیروان باطل زیادند دلگیر مباش. بعضی رو وقتی امروز بهشون میگی که شما چرا این کارا رو انجام میدید، این کارا زشت است، جایز نیست، میگه به به، این همه مسلمانان یعنی همه گمراهند، این همه مسلمانان یعنی نمیدانند. زیاد بودن، کثرت یک تعدادی که یک عملی رو انجام میدن که مخالف قرآن و سنت است، دلیل بر حقانیت آنها نیست. دلیل بر صحیح بودن کارشان نیست. در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی فقط این کلمه کثیر رو، کاف، ثا، یا را، این رو فقط سرچ بکنید در قرآن کریم. این امروزه که همه برنامه‌های قرآن کریم رو دارن. کثیر من الناس لا یعلمون، کثیر من الناس لا یعقلون، کثیر منهم هم المشرکون. چقدر در قرآن کریم آیات اکثرهم هم الفاسقون، یعنی تعداد زیاد بشر کافر هستند، تعداد زیاد بشر فاسق هستند، تعداد زیاد بشر مفسد هستند، تعداد زیاد بشر ایمان نمی آورند. اگر اکثریت دلیلی بر حقانیت باشه، پس امروز مسیحی ها اکثریتن. مثلا در هندوستان، در چین، در خیلی از بودایی ها اکثریتن. آیا دلیل حقانیت است؟ نیست. اگر در یک شهری 1 میلیارد نفر در یک کشوری بر گمراهی باشند و 1 نفر موحد وجود داشته باشد، این 1 نفر موحد بر حق است و اون 1 میلیارد بر باطلن. معیار در اسلام کثرت و قلت نیست. معیار در اسلام پیروی از قرآن و سنت است. معیار در اسلام این است که انسان از راه حق و حقیقت پیروی بکند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه حرف جالبی دارن، میفرمایند که مسلمانان اتفاق نظر دارن که طواف جز به خانه کعبه جایز نیست. پس به بیت المقدس، به حجره پیامبر، به کوه عرفات، به هیچ جایی در دنیا طواف کردن مثل طوافی که بر بیت الله الحرام صورت میگیرد یا به نام طواف عملی انجام دادن جایز نیست و انسان رو از دین خارج میکند. همچنین ایشان میفرمایند که هیچ جایی در زمین نیست که مانند کعبه طواف شود. کسی که معتقد باشد طوافی جز کعبه به جای دیگر جایز است، بدتر از کسی است که معتقد باشد نماز به سوی غیر کعبه جایز است. الله اکبر. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که از مکه به مدینه هجرت فرمودند 18 ماه یا 16 ماه به طرف بیت المقدس که قبله بود نماز می‌گذاردند. سپس الله سبحانه و تعالی قبله را تغییر داد و کعبه را قبله قرار داد و الله سبحانه و تعالی این مسئله را در سوره بقره بیان فرمود که از آن پس پیامبر و بقیه مسلمین به سوی کعبه نماز بخوانند و کعبه برای همیشه قبله مسلمین قرار گرفت، کما اینکه قبله ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام و همه پیامبرانی بود که بعد از ساختن خانه کعبه به توسط ابراهیم علیه السلام به طرف این خانه نماز خواندن و عبادت انجام دادن. پس اگر امروز کسی قبة الصخره را در بیت المقدس قبله قرار بدهد و به طرف آن نماز بخواند، این انسان چی است؟ کافر و مرتد است که باید توبه کند. با وجود این که بیت المقدس پیش از این هم قبله بوده، قبله اول مسلمان ها بوده. پس کسی که به جای دیگری طواف کند، به قبری طواف کند، به زیارتی طواف کند، در حالی که طواف به غیر از کعبه را هرگز الله سبحانه و تعالی مشروع قرار نداده است. پس در پرتو سخنانی که از ابن تیمیه رحمت الله علیه و بقیه علمای مسلمانان در این باب خدمت شما عزیزان بیان کردیم، حقیقت این است که طواف فقط بر بیت الله الحرام، طواف فقط به خانه کعبه جایز است و غیر از آن
طواف بر هیچ مکان دیگری جایز نیست و طواف یکی از عبادت‌های بزرگی است که الله سبحانه و تعالی در موقع حج بر مسلمانان این عبادت بزرگ را قرار داده است که فقط باید به سوی این خانه طواف کرد، به سوی این خانه نماز خواند و همه عبادات ما باید خالصانه برای الله سبحانه و تعالی باشد و هیچ عملی که در دین عبادت هست را برای غیر الله سبحانه و تعالی انجام ندهیم. این یک قاعده کلی است که ما باید در نظر داشته باشیم. در زمان حج این همه تلقین میشه برای ما. قربانی فقط برای الله، نظر فقط برای الله، نماز فقط برای الله، حج فقط برای الله، طواف فقط برای الله سبحانه و تعالی، حمد و ثنا و سپاس و ستایش و سجده کردن و تعظیم کردن فقط برای الله سبحانه و تعالی و برای غیر الله سبحانه و تعالی جایز نیست. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. تا فرصت دیگر الله سبحانه و تعالی یار و نگهدارتان باد. لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على صفوة خلقه محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، در جلسه قبل درباره شروط طواف مطالبی رو خدمت شما بیان کردم و در این جلسه انشاءالله مواردی از سنت‌های طواف را برای شما بازگو خواهم کرد. برای این که طواف ما یک طواف کامل باشد باید تمامی شرایط و سنت‌های طواف را ما باید در نظر داشته باشیم و دقیقاً به همان کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم طواف و بقیه مناسک حج را انجام دادند ما باید هم دقیقاً به همان کیفیت این شعائر و مناسک را انجام بدهیم. درباره سنت های طواف آن چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم از گفتار ایشان یا عمل ایشان ثابت شده، این مواردی هستند که من خدمت شما بازگو خواهم کرد. یکی از این موارد اضطباع هست، یعنی برهنه کردن و ظاهر کردن شانه سمت راست. انسان زمانی که طواف را آغاز می کند باید شانه سمت راست خودش را برهنه بکند، یعنی این که ردا را و احرامی را که می پوشد از زیر
بغل سمت راست خودش باید بیرون بیاورد و بر روی شانه چپ خودش بیاندازد، به گونه‌ای که شانه سمت راست انسان باید نمایان باشد و احرام باید از زیر بغل سمت راست انسان باید بگذرد. این را از نظر شرعی میگویند اجتباء و این یکی از سنت‌های طواف هست. برخی از مردم در این زمینه مرتکب خطا و اشتباه میشوند. از زمانی که از میقات احرام میبندند اجتباء میکنند، یعنی شانه سمت راست خودشان را نمیپوشانند و این یک کار اشتباهی هست. اجتباء و ظاهر کردن و نپوشاندن شانه سمت راست فقط و فقط در هنگام طواف هست. قبل از طواف و بعد از طواف چنین حکمی وجود ندارد. زمانی که آمدید در مسجد و خواستید طواف بکنید، در هنگام طواف در هر 7 دور و 7 شوطی که پیرامون کعبه میچرخید، این شانه سمت راست شما باید برهنه باشد. قبل از آن و بعد از آن باید شانه های خودتان را کاملا بپوشانید، خصوصا در هنگام نماز. این نهی شده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم که انسان در حالت نماز شانه هایش برهنه باشند. پس بنابراین به این نقطه توجه بکنیم که اجتباء و ظاهر نمودن و برهنه کردن شانه سمت راست فقط و فقط در حالت احرام هست، در حالت فقط و فقط در حالت طواف هست. قبل از طواف و بعد از طواف چنین حکمی وجود ندارد. یکی دیگر از سنت‌های طواف استلام حجر اسود و بوسیدن حجر اسود هست. اگر این ممکن باشد، یعنی زمانی که شما طواف را آغاز می‌کنید به حجر اسود دست بزنید و آن را ببوسید و از موازات حجر اسود این طواف را باید آغاز بکنید. و دست زدن و بوسیدن حجر اسود یکی از سنت‌های طواف هست. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید: رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم حین قدم مکه اذا استلم الرکن الاسود. من رسول الله صلی الله علیه و سلم را هنگام ورود به مکه مشاهده کردم که رکن حجر اسود را استلام می کردند، دست می زدند و می بوسیدند. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم می گوید که زمانی که حجر اسود را استلام می کرد و می بوسید، می فرمود که من می دانم که تو سنگی هستی، حجر هستی، اما من رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که تو را می بوسید، وگرنه من این کار را نمی کردم. پس بنابراین استلام حجر اسود و بوسیدن حجر اسود در هنگام طواف اگر ممکن باشد در هر شوط، این جزو سنن طواف هست. منتها اگر شلوغ باشد و ازدحام زیادی باشد و نتواند که به حجر اسود برسد، لزومی ندارد که خود را و دیگران را به زحمت بیاندازد، بلکه از دور به موازات حجر اسود بایستد و دست را بلند بکند و بگوید الله اکبر. و در هر شوطی زمانی که به موازات حجر اسود میرسد دستش را بلند بکند و این استلام محسوب می شود. دستش را بلند می کند و می گوید الله اکبر و شوط دوم و سوم را به همین صورت آغاز می کند و دوباره وقتی که به این نقطه می رسد اون یک شوط در واقع کامل شده. و سومین سنت در هنگام طواف رمل هست. رمل یعنی شتابان حرکت کردن با قدم‌های نزدیک به هم، که این در واقع یک نوع قدرت نمایی هست برای کافرانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، که رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابش رو دستور دادند که این گونه قدرت نمایی بکنند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عمره القضا اومدن در مکه مکرمه و میخواستند طواف بکنند، مشرکان کعبه در دارالندوه جمع شدند و گفتند که ببینید محمد و اصحابش را، مهاجرین را که از مدینه بازگشتند، اون وبای مدینه آنها را لاغر و ضعیف کرده.
رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحابش فرمودند که شما رمل بکنید، یعنی این که در هنگام طواف در 3 شوط اول قدرت نمایی بکنید، شتابان حرکت بکنید با قدم‌های نزدیک به هم، تا اینکه کافران قدرت شما را در واقع ببینند. و وقتی که کفار قریش این حالت را دیدند و گفتند که ما تصور می‌کردیم که محمد و اصحابش لاغر شدند و ضعیف شدند، اما آنچه ما می‌بینیم خلاف آن تصور ما هست. و این کیفیت تا امروز هم جزو سنت‌های طواف در واقع هست و مشروع هست که انسان در هنگام طواف اگر ممکن باشد، ازدحام زیادی نباشد، در 3 شوط اول و 3 دور اول شتابان حرکت بکند و قدمهایش را نزدیک به هم بگذارد، یعنی یک صورت قدرت نمایی در واقع باشد. و یکی دیگر از سنت‌های طواف در هنگام طواف استلام رکن یمانی هست، زاویه‌ای که نزدیک حجر اسود هست. قبل از حجر اسود این زاویه خانه کعبه را میگویند رکن یمانی. و هنگامی که انسان طواف میکند مسنون هست که اگر به این نقطه برسد و ازدحامی نباشد این زاویه را هم دست بزند و معمولا این قسمت از خانه کعبه را، این پرده را کنار زدند و می شود که خود دیوار خانه کعبه را دست زد و استلام کرد. اگر به این محل رسید و برایش ممکن بود که خانه کعبه و این رکن یمانی را استلام بکند، دست بزند که این مسنون هست، وگرنه اشکالی ندارد از آنجا عبور بکند و استلام نکند. و همچنین مسنون هست که زمانی که انسان به رکن یمانی میرسد، یعنی به زاویه‌ای که قبل از حجر اسود هست، این دعا را بخواند: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. این روایت در سنن ابو داود آمده و روایت صحیحی هست و یکی از اماکنی هست که الله متعال در واقع در هنگام طواف یکی از محل‌های اجابت دعا هست و این دعا هم در این قسمت و در زمان عبور کردن از میان رکن یمانی تا رکن حجر اسود این هم از ثابت هست. و همچنین یکی از سنت ها خواندن 2 رکعت نماز طواف هست بعد از این که 7 دور کامل شد و این نماز بهتر هست و مسنون هست که در قسمت پشت و موازات مقام ابراهیم باشد. الله متعال می‌فرماید: واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، در کنار مقام ابراهیم شما نماز بخوانید. اگر نزدیک مقام ابراهیم میسر شد که چه بهتر، وگرنه در قسمت دورتر و به موازات مقام ابراهیم این 2 رکعت را بخواند و اگر هم میسر نشد در هر جای دیگری از مسجد الحرام که این 2 رکعت را بخواند کفایت می کند و هیچ گونه ضرر و زیانی هم ندارد که انسان در اون جای مخصوص این نماز را نخواند. و در این 2 رکعت نماز مسنون هست که انسان در رکعت اول سوره کافرون را بخواند و در رکعت دوم سوره اخلاص را. تمام طواف و تمام تلبیه‌ای که انسان میگوید و تمام اعمال حج در واقع نمایانگر و بیانگر توحید الله متعال هستند. حتی در 2 رکعت نمازی که به عنوان نماز طواف هم خوانده می شود مسنون هست که سوره هایی را که بیانگر توحید و یکتایی الله متعال هستند این سوره ها را بخوانیم. در رکعت اول سوره قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم قل هو الله احد. و بعد از این که این 2 رکعت نماز را خواند مسنون هست و سنت هست که انسان آب زمزم بنوشد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را انجام دادند و بعد از این میرفتند به صفا و در صفا و مروه و میان صفا و مروه در واقع سعی میکردند. و یکی دیگر از آدابی که در این زمینه باید مراعات بشود خشوع و خضوع هست و حضور قلب در هنگام طواف و دعا کردن در هنگام طواف و انجام دادن اذکار و خواندن اذکار شرعی در این زمینه و همچنین پرهیز کردن از اذیت و آزار مسلمانان در هنگام طواف. سعی کند تا جایی که ممکن هست
به کسی از اطرافیانش هیچ گونه ضرر و زیان و اذیتی رو در واقع نرساند. اینها مجموعی از آداب و سنن طواف هستند که انجام این آداب و سنن ضامن این هست که طواف ما یک طواف کاملی باشد و ثوابی را که هم الله متعال در برابر این عبادت قرار هست که به انسانهای مسلمان عنایت بکند، انشاءالله با مراعات این سنت ها و آداب اون ثواب هم یک ثواب کاملی خواهد بود. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و درود خدمت شما عزیزان، شمایی که الان احرام بستید با ما همراه باشید، شمایی که میخواد احرام ببندید همراه باشید و شمایی که حالت احرام رو به خودتون تو خونه هاتون گرفتید شما هم با ما باشید. میخوایم امروز بشینیم در محضر یکی از بزرگترین نامهای تاریخ، بزرگترین علما و اندیشمندان تاریخ. نمیگم یک ابرمرد، اما یک ابرزن، یک زن بسیار بزرگ و یک انسانی که ما وقتی در مکتب اون میشینیم احساس کوچیکی میکنیم. از اون معانی توکل بر خدا رو یاد میگیریم، از اون معنای صبر رو یاد میگیریم، از اون معنای ایمان رو یاد میگیریم. هاجر بزرگ، هاجر پیرزن همسر پیرمردی بود به نام ابراهیمی که خلیل الله است، ابراهیمی که پوزه نمرود رو به زمین مالید، ابراهیمی که در ایمانش آنقدر سترگ و قوی بود که آتش سوزان در مقابل ایمان ابراهیم سرد شد. همسر این ابراهیم اسمش هست هاجر. هاجر رو خداوند متعال به ابراهیم امر میکنه که این رو ببر تو اون سرزمین بی آب و علف، در یک جایی که اسمش بکه یا مکه هست، به واد غیر ذی زرع، در وادی که در اونجا هیچ علاماتی از زرع یعنی چی؟ یعنی کشت و کشتار. کشت کشتار اگر نبود یعنی آب نیست، آب که نبود یعنی زندگی نیست. در جایی که نه اونجا زندگی هست، نه اونجا آدم هست، نه اونجا کشت و کشتار هست، نه اونجا هیچ علامتی از زندگی نیست، برو این هاجر رو بذار اونجا. میاره ابراهیم هاجر رو میذاره در این منطقه. خب گذاشت اینجا، درست اینجا پشت سر بنده، در اینجا هاجر رو گذاشت. خب
ابراهیم آدم هاجر آدم رو آورد اینجا. چرا منو اینجا بیزاری؟ ابراهیم آیا این تصمیم خودت هست یا امر رب العالمین هست؟ یعنی چی؟ یعنی ابراهیم جان اگر این تصمیم خودت هست من چطور اینجا بگذرونم؟ چرا من اینجا آوردی؟ قضیه چیه؟ بیا واسه من روشنش کن. جای داره برای بحث، جا داره برای تصمیم گیری. توی ابراهیم که منو اینجا آوردی من اینجا چیکار کنم؟ اگه قراره که برام اینجا زندگی کنم، خب اینجا جای زندگی نیست، منو ببر جای دیگه ای. اینجا جا داره برای بحث اگر یک امر یک انسان دیگه است. یا که الله امرک بهذا، ابراهیم آیا خدا تو رو امر کرده به این؟ ابراهیم میفرمایند بله. ایمان هاجر رو ببین، اینجا فولاد رو ببین، اینجا کوه ایمان رو ببین، اینجا زن بزرگ رو ببین، معلم هست واسه این. فرمودن اذن لن یدعنا الله، اگه چونینه پس خداوند ما رو به حال خودمون رها نمیکنه. بارا دیگه ابراهیم هیچ خیالت نباشه، هیچ نگران نباش، وقتی خدا گفته تموم شد. پس خدا ما رو اینجا خواسته، چشم ما اینجا هستیم. ابراهیم میره، آذوقه ای که دارن تموم میشه، آذوقه تموم میشه، پسر کودک داره گریه میکنه، آب میخواد، هوا گرم، تشنه، آب میخواد. اینجا هم که آبی نیست. خب خداوند امر کرده پس خداوند باید آب بده. بله خداوند آب میده، اما خداوند یک اسبابی قرار داده. این اسباب شما را به مراد نمیرسانند، اما وظیفه شماست که حرکت کنید و اخذ بالاسباب کنید. وظیفه شماست که در راه رسیدن به اون مرادی که میخواید تلاش کنید. چقدر تلاش کنم؟ حد اکثر تلاشت رو بخونی تا وقتی که برسی به مرحله دیگه هیچ نوع حرکت نداشته باشی. این درس رو از کی میگیریم؟ از هاجر بزرگ. هاجر بلند میشه دنبال آب برای فرزندش. کجا برم؟ آها اونجای کوهیه، برم روی اون کوه ببینم شاید آبی پیدا بشه. میره روی این کوه که اسمش هست صفا. این ور اون ور نه هیچ چیزی نیست. برم روی اون کوه شاید اون ورای چیزی پیدا بشه. میده در این میاد پایین، میاد الان ببینیم کی هست. یه پیرزن هست، میاد اینجا یک راهی هست، یه دره‌ای هست، تو این دره میره، بچه رو نمیبینه، تند میره، میاد بالا. خب اون دره یعنی چی؟ مثل الان که نیست. اون دره یعنی سنگلاخ، یعنی سنگای تیز، یعنی خار، یعنی یک حالت بسیار خطرناک. از اینجا برو به روی مروه. این مسیر نزدیک نمیدونم چقدر 280 متر راه. حالا بزنیم از صفا تا مروه تقریبا 400 متر راه. 7 بار این پیرزن از صفا میره به مروه، از مروه به صفا، از صفا به مروه، از مروه به صفا، از صفا به مروه، از مروه به صفا، از صفا به مروه. یعنی 7 ضرب 400 یعنی 2800، یعنی بگو 3 کیلومتر. 3 کیلومتر راه رو این پیرزن میده و از این ور اون ور، این ور اون ور، که شاید آبی پیدا کنه برای بچهش. بعد از این یعنی حد اکثر توانش رو به خرج میده. اسم این هست سعی. اینجا رو میگن مسعی، جای سعی کردن. سعی یعنی تلاش، یعنی زحمت کشیدن، یعنی به هر راهی که هست، هر سببی که هست به اون دنبالش رفتن، تا آخرین لحظه رفتن. الان دیگه نوع حرکت نداره، کل قدرتش رو به خرج داد برای رسیدن به مرادش، نرسید. حالا خداوند روزی رسان هست. اسباب روزی رو نمیدن، اسباب وظیفه ماست.
وظیفه من مؤمن هست که سبب رسیدن به روزی رو تلاشش کنم. حالا خداوند روزی رسان هست، یا از این سبب به ما روزی میده یا از جای دیگه میده. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی که تقوا و پرهیزگاری خداوند رو پیشه کنه، خداوند به اون روزی میده. از کجا روزی میده؟ خداوند برای اون گشایشی میاره و اون رو روزی میده از جایی که اصلا در تصورش نیست. الان این پیرزن خسته کوفته برمیگرده پیش بچهش، از زیر پای بچه آب میاد بیرون، فوران میکنه، میگه زمی ای مرو. یعنی اگر نمیگفت شاید این چاه زمزم امروز ما یه رودخانه می بود مثل نیل و فرات، اما خواستش اونجا آب و نگه داشت، آب زمزم رو خودش نوش جان کرد، به بچهش داد. این آبی که امروز ما میخوریم این رحمت خداست، این روزی خداست برای اون زن مؤمنی که بر خدا توکل کرد، سعی و تلاشش رو هم کرد، سعی و تلاش آخر رو کرد تا به این مرحله رسید و این ارمغان بزرگ الهی رو دریافت کرد و برای ما هم به میراث گذاشت. وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونور الآية والبيان. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. در مکه مکرمه با لباس احرام، دستهای نیاز به سوی خدا دراز، از خداوند دعاها میکنیم. از جمله دعاهایی که باید بکنیم اینه که این لذتی رو که در حج عمره احساس میکنیم خداوند هیچ وقت ما رو از این محروم نکنه. خداوند بارها به ما توفیق بده، مال و ثروت بده که بتونیم به حج بیاییم، به عمره بیاییم، بارها تجدید عهد کنیم با هاجر بزرگ، با ابراهیم ابرمرد تاریخ، با اسماعیل، با انبیاء خدا، با خاتم المرسلین علیهم السلام. میاییم اینجا با این لباس دعا میکنیم و همیشه هم دعای بنده مورد استجابت درگاه خداوند قرار میگیره. یا به مرادمون میرسیم، یا خداوند بهتر از اون رو به ما میده، یا خداوند شری رو از سر ما کم میکنه، و یا خداوند این دعای ما رو اجر و پاداش و عبادتی میذاره برای ما در روز قیامت. ما اومدیم اینجا، این لباس باید تجلی پیدا کنه. خب حاجی ها میان به حج، یک گروهی میاد با این لباس فرشتگان، میاد با این احرام، میاد خب عمرهشو کرد، بعد میره لباس خودشو میپوشه با حسب اون پول و ثروتی که خرج میکنه، میره توی هتل خاص خودشو. یعنی ما برمیگردیم، یک گروهی میاد با یک ویژگی خاص، با یک هماهنگی خاص، با یک ذلت و خواری، با یک همه معانی که در احرام هست. این انکسار تموم میشه با تغییر لباس و همون تمتع به اصطلاح. اما خداوند متعال میخواد ما همه با هم یه شکل باشیم. این توحید شکل و قیافه، این هماهنگی، این انکسار در همه ما هویدا باشه. این در مکه مکرمه نمیشه. بعضی احرام دارن، بعضی ندارن. در مکه مکرمه با این ساختمانا همه مردم به اون زیبایی خودشون جمع نمیشن. اینه که خداوند متعال یه فرصت دیگه میذاره. تاریخ 9 ذوالحجه همه تون برید عرفات. عرفات کجاست؟ یه میدان باز. تو اون میدان همه تون هم احرام بپوشید. در اون میدان هم جا که نگاه میکنی سفید است و سفید، انگار بال ملائکه اند. هر جا که نگاه میکنی دستای زاری است که به سوی خدا دراز شده، چشمان گریان است.
تمام اون برتری ها و ویژگی ها و وزیر و مشیر و پادشاه و فقیر و گدا و دارا و نادار و همه اونجان، همه در مقابل خداوند متعال بنده، ذلیل، خاکسار، دستا به دعا، گریان، همه بنده ایم. به معدنیت بندگی رسیدیم. چون که ما به بندگی رسیدیم، غرورمون رو زیر پا گذاشتیم، حسد نیست الان، ما شدیم. هیچ وقتی از سال شیطان اینقدر ذلیل و خوار و شکست خورده دیده نشده اونطوری که در عرفه هست. اونجا ما به بندگی مطلق رسیدیم، شیطان به ذلت و خواری مطلق میرسه. اونجاست که ما احساس میکنیم من تنها نیستم، من جزئی از یک امت 1.5 میلیاردی هستم. اونجاست که 25% اهل سنت ایران دیگه نمیگن که ما یک اقلیت هستیم. اونجاست که احساس میکنه من جزئی از یک پیکره 1.5 میلیاردی هستم، من جزئی از یک تاریخ ممتد از آدم هستم به خاتم و تا به روز قیامت. اونجاست که 1.5 میلیون اهل غزه دیگه نمیگن ما تنهاییم، میگن که ما جزئی از این امتیم. اونجاست که همه ملت‌های مظلوم و دربند احساس میکنن که ما قوی هستیم، ما شوکت و عظمت داریم، ما بسیاریم. اونجاست که شیاطین پوزشون به خاک مالیده میشه. اونجاست که یهودیان وقتی این صحنه رو میبینن میزنن به سرشون وای ویلا، اگه من بیام چند میلیون 4-5 میلیون فلسطینی رو همه‌شون رو قتل عام کنم، پشت سر اینا 1.5 میلیارد دیگه هست. اونجاست که دیگه طغیانگران و ظالمان صفویگران میگن که اگر ما بیایم همه توحید رو در سرزمین ایران قلع و قمع کنیم، پشت سر اینا 1.5 میلیارد دیگه هست. اینجاست که دیگه طاغیان و فرعونها و نمرودها کمرشون شکسته میشه، میدونن که پیروزی با مؤمنان هست و بس. چرا که اینها یه جمعیتی دارن که جمعیت شکست ناپذیر هست. بعد از اون میاییم کجا؟ میاییم رمی جمرات میکنیم. اینجاست که فیزیکی به طوری به اصطلاح فیزیکی نشون میدیم به شیطان که تو سرت میزنیم. ببینید اگر خداوند متعال یک قانون خاصی نمیذاشت که آقا رمی جمرات بکنید با یه سنگریزهای کوچیک و به این شکل و اون، اگر این رو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما برنامه ریزی نمیکرد، تو رمی الجمرات چه حکایت بود امروز. یکی با RPG می اومد، یکی با کلاشینکوف می اومد، یکی نمیدونم با تانک می اومد، یکی توپ می اومد. آخه همه ملت ها، همه انسان ها میخوان از شیطان انتقام بگیرن. همه از این موجود رذل یه دردی دارن. اینجاست وقت انتقام. در اینجاست که خب این انتقام رو ما به صورت یک سمبولیک ادا میکنیم. همون اینجا چه هست؟ اینجا اون ایستگاه هایی بود که وقتی پیامبر خدا ابراهیم از خداوند متعال وحی گرفت، به بچهش گفت یا بنی پسرم انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بچه‌م، جگرگوشم، عزیز دلم، من وحی شده به من در خواب، خداوند به من اشاره کرده که من تو رو سر ببرم، تو چه میگی؟ به کی داره میگه؟ به اسماعیل، تربیت شده این مکتب رسالت. اسماعیل چی میگه؟ یا ابتی، بابا جان، افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. این کاری که خداوند بهت امر کرد اینو انجام بده. میدونم این آزمایش سخته برای تو، برای من، اما ان شاء الله من صبر میکنم، بردباری میکنم و میایستم. شیطان که دیگه ساکت نیست. شیطان میاد اینجا، ابراهیم این یه خواب بود، کابوسه، نکنه از این کارو نکنی، ابراهیم این حماقته، ابراهیم چه کار داری میکنی؟ ای پسر، این پیرمرده عقلش پریده، این چه کار داری میکنه؟ نذار. شیطان هر چه توان داره رو به خرج میگیره. ابراهیمی که اینجا با سنگ میزنه به سر شیطان، برو گم شو،
من و شما میریم اینجا به سنگ میزنیم تو سر شیطان. ما فرزندان ابراهیمیم، همونطور که ابراهیم از تو متنفر بود ما هم از تو متنفریم. خاک به سر تو ای شیطان لعین. و با سنگ میزنیم، به طور سمبولیک با اون در میفتیم که ما در یک اطلاع الهی هستیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنند که همین که گفتن ایمان آوردیم تموم شد و رفت، اونا مورد آزمایش قرار نمیگیرن؟ اینجا محل آزمایش هست. فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. ابراهیم وقتی که مردانگی کرد، بچه رو انداخت به زمین، کاردا گذاشت رو گردنش، اینجا اومد ابراهیم واقعا مرد بودی در ایمانت با خدا، در صبرت، در قربانی دادنت، در خودتو اون رضایت مطلق در مقابل تقدیر الهی. ابراهیم و فدیناه بذبح عظیم. بیا این قربانی رو سر ببر، بچت رو بذار. این استقامت ابراهیم، ایمان ابراهیمی، ایمان اسماعیلی، این باعث شد که ما امروز با خیال راحت ابراهیم اون آزمایش سخت رو با اون مردانگیش به پیش رون تا ما امروز بیاییم کیف کنیم. ما دیگه اون آزمایش رو نداریم. ابراهیم سختیشو کشید، لذت شما اتباع ابراهیم و پیروان ابراهیم میبریم. ما قربانی میکنیم و قربانی رو هم میخوریم، لذت هم میبریم. چرا؟ چون ابراهیم اون عرق رو ریخت. ابراهیم بابای ما زحمتش رو کشید، آرامشش مان برای ما. صلی الله علیک یا ابراهیم، صلی الله علیک یا اسماعیل، صلی الله علیک یا هاجر. نداء الحق صوت قد شجاني